و خدا این سخنان را به زبان رانده گفت: من خداوند خدای تو هستم که تو را از زمین مصر از خانه غلامی بیرون آوردم. تو را خدایان دیگر جز من نباید باشد. صنم و هر صورت از آنچه در آسمان از بالاست و از آنچه در زمین از پایان است و از آنچه در آب از زیر زمین است برای خود نساز. با آنها سجده نبر و آنها را عبادت نکن، زیرا که من خداوند خدای تو هستم. خدای غیور هستم که برای گناه پدران از پسران تا نسل سیوم و چهارم از آنهایی که از من نفرت داشته باشند انتقام میگیرم و تا هزاران نسل به آنهایی که مرا دوست می‌دارند و احکام مرا به جا می‌آورند مرحمت می‌کنم. اسم خداوند خدای خود را بیهوده به زبان نگیر، زیرا که خداوند کسی را که اسم او را بیهوده به زبان می‌گیرد بی جزا نخواهد گذاشت. روز شنبه را در خاطر نگاه دار تا که آن را تقدیس نمایی. 6 روز کار کن و هر عملت را بجا آور. ولی روز هفتم شنبه خداوند خدای توست. در هیچ جا کار نکن. خودت و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و چارپایت و غریبت که اندرون دروازه های توست. زیرا که در 6 روز خداوند آسمان و زمین و بحر و هر آنچه را که در آنهاست به وجود آورد و در روز هفتم آرام گرفت. بنابراین خداوند روز شنبه را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود. پدر خود و مادر خود را عزت نما تا که عمر تو بر زمینی که خداوند خدای تو به تو می‌دهد دراز شود. قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، در حق یار خود شهادت دروغ نده. خانه یار خود را طمع نکن. زن یارت به غلامش و کنیزش و گاوش و خرش و هر چیزی را که از آن یارت باشد طمع نکن.